سلام دوستای خوبم، امیدوارم کارتون خوب باشد. امروز میخواهم در مورد آب و هوای دانمارک باهاتون حرف بزنم. خب معمولا شنیدید دیگه کشورهای اسکاندیناوی هواش سرده و مثل ایران نیست اینجا که بگیم مثلا 4 فصل داریم. تو دانمارک اینو تجربه نمیتونید بکنید، مثلا فصل بهار، نمیدونم زمستون، بهار، تابستون، پاییز. یعنی دانمارک 4 فصل نداره، 2 فصل داره. اینجوری که حساب بکنی مثلا زمستونش تقریبا 4 ماهی میشه دیگه. بعد تابستونش هم اون تابستون نیست که بگی مثل ایران گرم باشه یا کشورهای دیگه و خیلی کم پیش میاد که مثلا بالای 30 درجه یا 28 درجه بشه هوا. اینجا که معمولا هوای 22-3 درجه حالا داریم، مثلا بعضی وقتا میشه 30 درجه، ولی میگم خیلی کم پیش میاد و به دلایل اینکه اینجا دانمارک کلا اطراف دانمارک چیز دریاست، خیلی هم هواش تو تابستون رطوبت داره. به همین دلیل خوشحالم نمیشیم که وقتی هوا گرم بشه بالای 25 درجه، خیلی هواش چیز میشه، رطوبت داره و خیلی سخته که مثلا وقتی راه میری بعد 5 دقیقه احساس میکنی بدن آدم میچسبه، به خاطر رطوبتشه و بخصوص وقتی باد نیاد واقعا من خودم مشکل دارم، یعنی احساس میکنم دارم خفه میشم، انقدر رطوبتش زیاده. و من شنیدم میگن مثل شمال ایران هست، من نمیدونم، شمال نرفتم واقعا، حالا نمیدونم چجوریه اونجا، ولی شاید کسایی که رفتن اینو تجربه کرده باشن، این چیزی که من میگم. و زمستونش خیلی طولانیه و پاییزش اینجا پاییزش خیلی قشنگه. من عاشق پاییز دانمارکم. میگم من میتونم بگم پاییز، بهار، زمستون خودم حساب کنم، ولی واقعا اونجوری نیست، همون 2 فصل حساب میشه. مثل کشورهای گرم نیست اینجا و تو تابستونش هم خیلی بارون میاد، بعضی وقتا واقعا خسته میشیم ازش، انقدر بارون میاد و زمستونش هم سرده. حالا امسال که یک تقریبا 25 روزی برف بود تو این سال جدید که اومد، ولی حساب کنی اینم مثل سالهای یعنی قبل نیست دیگه، که به خاطر اینکه آب و هوا هم دیگه زمین گرم شده، مثل قبل هم اینجا برف نمیاد. و دیگه زمستون کشورهای اسکاندیناوی، همون دانمارک، نروژ، سوئد، اینا دیگه، فنلاند مشهوره که زمستونش تقریبا 3 ماه. وقتی زمستون میاد اینجا نری بیرون 1.5 ساعت در روز آدم افسردگی میگیره، چون که هوا خیلی تاریکه. مثلا فکرشو بکن 3 ماه از ساعت 9-10 صبح یکم مثلا روشن میشه هوا، ساعت 3 بعد از اون دوباره تاریک واقعا. و برعکس تابستوناش کلا روشنه، یعنی حساب بکن ساعت 11 شب دیگه یکم هوا تاریک میشه، صبح 3 صبح باور کن هوا روشنه. و به خاطر همین خیلی که از کشورهای مثلا ایران میان اینجا، خیلی اوایل براشون سخته که کلا هوا روشنه، چجوری بخوابن تا اینکه عادت کنی، یکم طول میکشه که به این آب و هوای اینجا عادت کنی. ولی من تابستونش رو دوست دارم واقعا، به خاطر اینکه هوا کلا روشنه. زمستونش یکم باید مراقب باشی، آدم زیاد بره بیرون، پیاده روی اینا، چون که تاریکه یکم اذیت میشه، زمستون ها آدم اذیت میشه. اینم از آب و هوای دانمارک. حالا شما بگید اونجایی که زندگی میکنید آب و هواش چجوریه؟ خیلی دوست دارم با من در میون بذارید، برام کامنت بذارید و لایک یادتون نره و خوشحال میشم از من حمایت کنید، منو سابسکرایب کنید و تا برنامه دیگه، خداحافظ.